در خدمتتون هستم با مینی دوره شروع مسیر هایروکس. توی این مینی دوره که خیلی جذاب و مختصر البته کامل هستش، میخوایم با هم بررسی کنیم که ببینیم اصلا این هایروکس چی هست، تاریخچه‌اش چیه و برای مربی‌ها چطور میتونن به درآمد برسن، برای عضله‌سازی و چربی‌سوزی چطور میشه ازش استفاده کرد و خیلی چیزای دیگه، به اضافه یک برنامه یک ماه رایگان تا هایروکس رو تمرین کنید و بهتر درکش کنید. قبل اینکه دوره رو شروع کنیم یه توضیح مختصر راجع به خودم بهتون بدم. من متین اکبری، مربی لول 2 کراسفیت و مربی تخصصی هایروکس هستم. این مدارک بنده هستش که دارید میبینید و دیگه نیازی به توضیح اضافه نداره. من تو این سالها با ورزشکارهای خیلی زیادی کار کردم و تونستم به سطح حرفه‌ای برسونمشون، مثل هدیه ویسی، قهرمان کراسفیت و هایروکس ایران که 2 سال قهرمان کراسفیت ایران شدن و تونستن رتبه 9 آسیا رو هم کسب کنن. میلاد سلطانی که توی کراسفیت تونست جزو نفرات برتر توی آسیا قرار بگیره و البته توی ایران هم دستاوردهای خیلی خوبی داشت. البته اینم بگم که هدیه توی هایروکس 2 بار تا حالا قهرمان شده، توی شارژه و توی دوحه که با هم دیگه مسیر رو با هم برده بودیم جلو. البته یه مسابقه دیگه هم داره که توی ابوظبی 28 تیر ماه برگزار میشه. خود من هم توی مسابقات هایروکس شرکت کردم، تونستم تو رده سنی خودم رتبه 6 رو کسب کنم و تجربه خیلی خوبی به دست بیارم که بتونم این تجربه رو به شما و ورزشکارای خودم انتقال بدم. قبل از این که بریم سراغ ایستگاه ها، همونطور که بهتون گفتم قراره توی 8 ایستگاه ما هایروکس رو بررسی کنیم و کامل بفهمیم که چیه و طرف حسابمون چی هست، طرف حسابمون چه رشته‌ای هستش. بگم که این هایروکس، کلمه هایروکس باید چطوری ادا بشه، چطوری تلفظ بشه. خب هایروکس اونجوری که خیلی ها میگن ترکیبی از های اینتنسیتی، اون های اولش، یا هایبرید یعنی های اینتنسیتی یعنی با فشار بالا، هایبرید یعنی تمرینات ترکیبی. میگن که یکی از این دوتاست، به اضافه راکس یعنی صخره، یعنی مثلا داره نشون قدرت رو نمیده، یعنی ترکیبی از فشار بالا و تمرینات قدرتی در اصل. ولی چطوری باید تلفظش کرد؟ خب همینطوری که گفته شد های راکس باید به این صورت تلفظ بشه، ولی من میخوام بهتون بگم که زیاد سخت نگیریم. ببینید من تو کشورهای زیادی رفتم، آدم‌های مختلف تو کشورهای مختلف هر جور که راحت هستن با اکسنت یا همون لهجه خودشون یک کلمه رو تلفظ میکنن. مثلا برای خارجی‌ها سخته که بگن ایران، میگن ایران. خب ما نمیتونیم بگیم آقا چرا اینجوری میگی، ولی حالا ما خودمون خیلی به هم دیگه ایراد میگیریم که چرا این کلمه رو مثلا درست تلفظ نمی‌کنین، چرا میگیم مثلا هلیکوپتر نمیگی هلیکاپتر. می‌بینی زیاد نباید سختش بگیریم. ریشه لغویش در نظر بگیریم میشه هایراکس نمیشه، میشه هایراکس. خب ولی برای اینکه راحت تر باشه من هایروکس تلفظش میکنم، چون یه چیزیه که هم کلمش درسته، همین که راحت تر تلفظ میشه. که تا من میخوام بگم که خب بچه‌ها بیاید امروز براتون یه تمرین هایراکس دارم، می‌بینی یه جور سخته، ولی خب قاعدتاً بخوام انگلیسی حرف بزنم میگم I wanna do hyrox and فلان. می‌بینی اینطوری راحت تره، ولی تو فارسی یکم سخته، پس زیاد سختش نگیرید. خب بریم سراغ ایستگاه اول. هایروکس چیه و چرا انقدر ترند شده؟ ببینید هایروکس یک مسابقه ترکیبیه که ترکیبی از دویدن و حرکات قدرتی یا حرکات فانکشنال هستش. به این صورت هست که شما باید 1 کیلومتر بدوید و یک موومنت یا یک حرکت ورزشی رو انجام بدید که حالا بهتون توضیح میدم که اون حرکت چی هست، چند متر باید زده بشه، چند کیلومتر باشه و. این ورزش برای همه طراحی شده، چه ورزشکار حرفه‌ای باشی، چه کسی که دنبال چالش واقعی برای بدنت باشی، میتونی این ورزش رو انجام بدی. حالا شعارش میگه The Fitness Race for Everybody، یعنی یک ریس یعنی مسابقه، یک ریس یعنی ببین ریس به معنای این هستش که مسابقه‌ای که با تایم زده میشه. خب The Fitness Race for Everybody. یه پرانتز باز کنم، ببینید هایروکس ریس، کراسفیت ریس نیست، کامپتیشنه. نگاه کنید شما توی کراسفیت واده های مختلفی دارید، همیشه واده ریس ندارید. ریس یعنی یه جوری میشه گفت فور تایم. خب ولی یه سری واده ها هستش که اصلا به تایم ربطی نداره، مثلا این کلین میخوای بزنی دیگه، این یه ریس نیستش. ریس به معنای هستش که شما یک
تمرینی و یک ورکاتی که انجام میدی بعد برای تایم بشه. پس هایراکس همیشه ریس هستش، ولی کراسفیت همیشه ریس نیست. یه تایم های ریس داره، یه تایم هایی هم ریس نداره و کامپتیشن حساب میشه. خب حالا تاریخچه هایراکس چیه؟ شروعش از آلمان توی سال 2017 بوده که بنیانگذاراش قهرمان‌های المپیک هاکی و البته جزو ورزشکارای آیرونمن بودند که دو تا ورزشکار آلمانی بودند که حالا اسمشون یکم سخت تلفظش، مورتیس فورسته و کریستیان توسک اگر اشتباه تلفظ نکرده باشم. این دوتا بودن و خب هایروکس رو استارت زدن، از سال 2017 شروعش کردن که فکر میکنم تو سال اول 200-300 نفر فقط شرکت کردن توی مسابقه. الان رسیده به نزدیک به 250,000 نفر، عدد خیلی بالاییه که بهش میگن که بیشترین رشد رو توی یک ورزشیه که بیشترین رشد رو توی ورزش‌های فیتنس یا ورزش‌های آمادگی جسمانی کلاً داشته. حالا مثلا حتی در مقایسه با ماراتون، حتی در مقایسه با کراسفیت رشدش خیلی عجیب غریب بوده. خب حتی در مقایسه با خیلی رشته‌های دیگه که تازه اومدن، رشد هایروکس خیلی خفن‌تر بوده. هدفش طراحی یک مسابقه همگانی با ساختار حرفه‌ای و البته ثابته، یعنی همیشه این ساختار ثابته و توی همه کشورها یک شکل انجام میشه و اینکه همه هم میتونن انجامش بدن. یک ورزش همگانی هستش. الهام گرفته شده از کراسفیت، دو ماراتون، مسابقات OCR همین مسابقات مثل نینجا واریرز که میرن میدوئن بعد از رو مثلا آیتم رد شن و اینا، اما بدون پیچیدگی و با ساختار ساده و استانداردتر. حالا به چه معنی؟ بدون پیچیدگی یعنی شما حرکت‌های های اسکیل ندارید، اوکی؟ یعنی حرکت‌هایی مثل رینگ ماسل اپ، بار ماسل اپ، راه رفتن رو دست، خیلی چیزای مختلف، قدرت‌های مثل کلین، اسنچ، این چیزها رو ندارید. ساختار ساده است، همه میتونن انجامش بدن، هر کسی میتونه انجامش بده و البته که استاندارد داره، یعنی که شما باید با اون استانداردها انجامش بدید. مثلا اسلد رو باید از اینجا تا اینجا ببرید و حالا بقیه استانداردهاش که توی داوریش گفته شده. حالا چرا هایروکس انقدر ترند شده؟ ساختارش قابل پیش بینیه. ببینید برخلاف مسابقات OCR و کراسفیت که سورپرایزت میکنن داخل مسابقه و نمیدونی برای چی باید آماده بشی، این یک مسابقه قابل پیش بینیه که میدونی داری برای چی آماده میشی. مثلا مثل ماراتون شما میدونی که داری برای 42 کیلومتر دویدن آماده میشی. مثل وزنه برداری میدونی برای وزنه زدن سنگین، کلین، اسنچ، 102 ضرب آماده میشی. پس قابل پیش بینیه و تو میتونی بدونی که داری به چه سمتی میری، چقدر پیشرفت کردی و ترکیب قدرت و استقامته. هم بدنت رو قوی میکنه هم قلبت رو. خب این یکی از چیزایی که خب همه دوست دارن، هم قدرتشون بیاد بالا هم قلب و عروقشون قوی بشه. احساس قهرمان بودن میده. چه آماتور باشه چه حرفه‌ای، شما دارید تو یک مسیر میدوی. یعنی توی مسابقه هایروکس همه دارن اونجا میدوئن، بغل شاید قهرمان جهان باشه، بغل شاید کسی باشه که تازه هایروکس رو شروع کرده، ولی همتون تو اون مسیر دارید میدوید. بقیه ورزش‌ها به این صورت نیستن. تو مسابقه کراسفیت میدی با اون قهرمان جهان نمیتونی توی ایونت قرار بگیری، اصلا نمیتونی ببینیش، چون تو اون مسابقات که میره تو نمیتونی شرکت کنی، انقدر سطح مسابقه بالاست. مسابقات جهانی با فضای خیلی خفن و باحال، از دبی تا لندن، از نیویورک تا مونیخ، شرکت کننده ها توی جو خیلی خفن و خیلی های انرژی، های اینتنسیتی، دیگه چی بهتون میگم، خیلی خفن میان صدشون رو میذارن، های اینتنسیتی واقعا. میبینیم یعنی با فشار بالا تمرینشون میکنن، با فشار بالا صدشون رو میزنن و اصلا من که خودم زدم و مسابقه رو آخرش انقدر فرش بودم برام عجیب بود که من گفتم اصلا نمیتونم انقدر خوب بزنم. من 1 ساعت و 7 دقیقه زدم، نمیگم که خیلی فوق العاده است، نه مطمئنا برای مسابقه بعدی که تو ابوظبی دارم 28 تیر ماهه، اگر البته قبل 28 تیر ماه این مسابقه این ویدیو رو میبینید، سعی میکنم اونجا بهتر بزنم، ولی واقعا از خودم انتظار نداشتم 1 ساعت و 7 دقیقه بزنم. گفتم 1 ساعت و 10-15 دقیقه میشه. آخرش که آخر موومنتش 100 تا وال بود، من این 100 تا رو آنبروکن پشت سر هم زدم و اصلا از خودم انتظار نداشتم نقطه ضعف خودم رو بتونم 100 تا بزنم و برم روی سکو به راحتی وایسم. خیلی جوش خفنه. حالا ان شاءالله هر کدوم تو تجربه کنید بهتر متوجه میشید. فرصت رقابت توی همه سن. ببین از 16 سال تا بگیر بالا تا مثبت 85 سال توی این مسابقه
شرکت میکنن و هر کسی تو رده سنی خودش به چالش کشیده میشه. یعنی من که مثلا 29 سالمه با کسی که 18 سالشه مسابقه نمیدم. من رده سنی مشخصه، من از 25 تا 30 سال هستش، پس میدونم که دارم با آدمای همسن خودم رقابت میکنم و خب خیلی جذاب‌تر. آیا میتونم هایروکس رو شروع کنم؟ بله، هایروکس طوری طراحی شده که نیاز به سابقه حرفه‌ای نداره. یعنی چی؟ یعنی شما حتما نیازش ورزشکار حرفه‌ای باشید تا هایروکس رو شروع کنید. حتی اگر که تا به حال تمرین نکرده باشی میتونی هایروکس رو تمرین کنی، مسابقهش رو شرکت کنی. حتی اگر که تمرین هم نکرده باشی شما میتونید داخل مسابقه هایروکس شرکت کنید. در این حد یعنی شما تو هیچ مسابقه دیگه نمیتونید بدون تمرین کردن برید شرکت کنی. البته نمیگم این کار درستیه ها، ولی میخوام بگم که قابل انجامه واسه کسی که حتی تمرین نکرده. میتونی تمرین رو با سطح خودت تطبیق بدی. یعنی تمرینی که قرار انجام بدی رو، تمرینی که مربی بهت میده، خب میتونی به نسبت سطح خودت تطبیقش بدی که به اون سطح انجامش بدی. نیازی نیستش مثل من هی کراسفیت رو مثال میزنم چون خودم سابقه خیلی زیادی تو مربیگریش داشتم. این کراسفیت رو همه نمیتونن یک ورکاوت، یک واد رو بزنن. باید اون واد عوض بشه واسه 90% ورزشکارا. 10% میتونن یک واد RX یا اسپریسکراب یا نوشته شده رو انجام بدن. بقیه باید اسکیل شدهش رو انجام بدن. خب پس این یه چیزیه که همه میتونن، حالا یکم نهایتا وزنش کمتر، ولی با همون متراژ با همون فشار انجامش بدن. تمریناتش قابل انجامه حتی توی باشگاه‌های معمولی. شما حتی اگه تجهیزاتش مثل اسکی و روینگ رو هم نداشته باشید میتونید تمریناتش رو انجام بدید. البته که برای آماده شدن برای مسابقهش و حتی آماده شدن حرفه‌ای‌تر خودتون بهتون پیشنهاد می‌کنم جایی رو انتخاب کنید که تجهیزات کامل رو داشته باشه. جمع‌بندی ایستگاه اول: هایروکس ترکیب دویدن و تمرینات قدرتی در 8 ایستگاه هستش. از آلمان شروع شده و حالا داره جهانی میشه که البته شده. به خاطر ساختار ساده، جامعه فعال و فضای مسابقه خفنی که داره خیلی محبوب شده این روزا و هر کسی توی هر سطحی میتونه انجامش بده. خب حالا که با هایروکس آشنا شدیم بریم که با هم دیگه ایستگاه دوم رو ببینیم.